مسیر خودشناسی و خودسازی توی دنیای پرهیاهو مثل پیدا کردن سکوت وسط یک کنسرت شلوغه. امکان داره سخت باشه، اما ممکنه. بذار برات یه نقشه راه ساده و کاربردی بچینم که توی همین دنیای پر سر و صدا بتونی خودتو بهتر بشناسی و بسوزی. 1. خلوت‌های کوچک، شروع سکوت درون. هر روز 5 تا 10 دقیقه سکوت کامل برای خودت بساز. بدون موبایل، بدون موسیقی، بدون فیلم و هر چیز دیگه‌ای. فقط نفس بکش و ببین چه فکرهایی از ذهنت رد میشن. ولی هدف این کار چیست؟ شنیدن صدای درون وسط صدای بیرون. 2. خودت رو از نو بنویس. هر هفته 1 سوال از خودت بپرس، مثل من واقعا چی میخوام؟ چه چیزی انرژیم رو میگیره؟ چه چیزی باعث میشه حس زنده بودن بکنم؟ پاسخها رو توی دفتر بنویس و تمام وقتهای خالیت روشون تمرکز کن. 3. تغذیه فکری انتخابی. مصرف محتوای ذهنیت رو مثل تغذیه بدنی مدیریت کن. به جای اسکرول بی هدف یک کتاب صوتی خوب گوش بده. آدمای الهام بخش رو دنبال کن، نه آدمایی که حس کم بودن میدن. 4. ساختن نسخه بهتر با عادتهای کوچک. هفته‌ای فقط 1 عادت خوب رو شروع کن، حتی خیلی کوچیک. 5 دقیقه مطالعه، 1 ساعت ورزش، ویدیوی آموزشی متناسب با علاقت و غیره. پایداری مهمتر از شدت شروعه. 5. گفتگو با خود، نه سرزنش. وقتی اشتباه میکنی یا تنبلی میکنی، به جای چرا خرابش کردن بپرس چی باعث شد؟ دفعه بعد چطور بهتر میتونم؟ مهربونی با خود پایه خودسازی عمیقه. 6. مرزهایت را مقدس بدان. به خودت اجازه بده گاهی در دسترس نباشی. تایم نه به دنیا بله به خودته، حتی اگه 30 دقیقه باشه بذار توی تقویمت. 7. هدفاتو انسانی کن، نه افسانه‌ای. هدفت نباید فقط این باشه که بهترین نسخه خودت بشی، نه، بلکه گاهی فقط کافیه نسخه واقعی تری از خودت باشی. در ضمن تا اینجا که ویدیو رو دیدی کامنت فراموش نشه.